الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. برادران و خواهران عزیز، قسم دوم برنامه ما که اصلا عبارت از شعر گفتن است، چگونه که من در برنامه اول گفته گذاشتم که شعر هم جزئی از دین هست. ما می توانیم که با آیت های قرآن، با احادیث، با قصه ها، با سخن های بزرگان و همچنین با ایجادیات شاعرهامون مردم تربیه کنیم. و برنامه اول ما از موضوع بسیار مهم و از جناب شیخ سعدی در باب آداب بود. برادران عزیز، شاید بعضی ها هم سوال کنند که مراد از آداب یعنی چی؟ وقتی این سوال را از عبدالله ابن مبارک کردن که یکی از شاگردان جناب امام ابو حنیفه هست، گفت آداب این است که یکم در چهره ای تو گفت تازگی دیده شود. تازگی به معنای یعنی تبسم در چهرت باشد. در چهرت تاریکی و خفگی و مقصد یک شکلی که یک نفر با تو نزدیک شده نتواند یا با تو صحبت کرده نتواند، چهره تو از این خالی باشد. گفت آداب یکمش گفت همین است. دوم این که با کسی از بندگان خدا آزار نتی، یعنی آدمی بی آزار باشی. سه معنای آداب همیشه به مردم نیکویی کنی، همیشه خدمتی تو رسد. این گفت معنای آداب است. احمد حنبل وقتی پرسیدن معنای آداب چی است، گفت در حالت غضب نکنی و بر هیچ بنده خدا کینه نگیری. بسیاری از عزیزان خدا وقتی از باب آداب پرسیده می شد، هر کدام اونها می گفت آداب معناش همینه که انسان باید صبر داشته باشد و در هر یک کار عدل داشته باشد. خلاص بینین هر یک خصلت خوبی که در انسان جمع می شده است، همونها را در عموم آداب می گفته، یعنی وی دارای آداب هست. امروز هم باشد من از سخنهای بسیار گوهرباری جناب محمد اقبال لاهوری و جناب شیخ سعدی در همین باب آداب، زیرا این باب بسیار بابی وسیع است و در این باب هر چندی که ما از این عزیزای خدا شعر هم که گوییم، راستی برای امروزه ما و برای فردای ما، برای فرزندا و خواهرا و مادرای همه ما نیازی به این آداب دارند. برای همین امروز هم که باشد من ابتدا از سخنهای محمد اقبال لاهوری میکنم که حضرت گفتن دین سراپا سوختن اندر طلب، انتهایش عشق و آغازش ادب. آب روی گل زرنگ و بوی اوست، به ادب به رنگ و بو به آبروست. نوجوان را چو بینم به ادب، روز من تاریک می گردد چو شب. تاب و تب
در سینه افزاید مرا، یادی عهدی مصطفی آید مرا. جناب لاهوری گفتند حقیقتا گفتند دین از محبت و از آداب عبارته. انتهایش عشق و ببینید انتهایش عشق و آغازش ادب. دین آغازش ادب، آخرش محبت. یعنی دین از محبت و از آداب عبارته میگه. وقتی یک نوجوانی را که من میبینم که در او آداب نیست، روز من تاریک میگردد چو شب. بسیار مقصد خودم بد حس میکنم، بسیار ناراحت حس میکنم. چرا جوانهای ما آداب ندارن؟ ببینید میگه آبروی گل زرنگ و بوی اوست، بی ادب بی رنگ و بو بی آبروست. همین گل مادرها و خواهرها و برادرای عزیز، وقتی آدم ای بازار میریم، از مغازه ها میریم، وقتی گل خریداری میکنیم، دیدین که ما دو چیز در رو اهمیت میتیم، یکی رنگ، یکی بوی. کدامش رنگش زیبا ہے و کدامش بوی خوب داره. یعنی آبروی گل، عزت گل از روی رنگش و از روی بویش قیمت ارزش پیدا میکنه. لاهوری میگد که آبروی گل زرنگ و بوی اوست، بی ادب بی رنگ رو بی آبروست. کسی آداب نداره، میگه این نه رنگ دارد، این نه بوی دارد. یعنی این خریدار ندارد، این ارزش ندارد. الله رحمت کند محمد اقبال لاهوری را که با ایجادیاتش ما را میخواهد که در همون رمکه‌ای که باید ما قرار گیریم، یعنی دارای آداب باشیم، میخواهد که ما در همین رمکه داخل شیم. جناب شیخ سعدی میگفت که به صورت آدمی شد قطره آب، وگر 40 روز اندر رحم ماند. وگر 40 ساله را عقل و ادب نیست، به تحقیقش نشاید آدمی خواند. ببینید اگر نفری که عمرش به 40 هم رسیده باشد، لیکن وقتی میبینی آداب ندارد، به تحقیقش نشاید آدمی خواند. ایرا ما نمیتونیم که انسان گوییم، ایرا ما آدم گفتن میتونیم. یعنی برای آدم شدن این یا برای به مقام آدمی رسیدن آداب در کار بده. ما را مقام ده آداب میرسونه. برای همین است که شیخ سعدی میگه اگر این درنده خویی زی طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی با روان آدمیت. یعنی اگر بدفعلی، بدسیگاری، بدرفتاری تو تا از وجودی تو دور نشود، برای من بسیار محال است، بسیار مشکل است که تو را انسان خوانم. شیخ سعدی میفرماید در دیگر مصرع ها: زنان باردار ای مردی هوشیار، اگر نزد ولادت مار زایند، از آن بهتر به نزدیک خردمند که فرزندانی ناهموار زایند. بسیار معنای بلندی دارد. خوب مادرها دادرای عزیز گوش کنین. زنان باردار ای مردی هوشیار، اگر نزد ولادت مار زایند. یک زنی حامله اگر به شرط میگد وقتی مار تولد میکند، آدم نه، در همه جا آوازه میشود که در فلان منطقه یک زن به جایی که فرزند آدم تولد کند، یک مار تولد کرده است. شیخ سعدی میگد که زنان باردار ای مردی هوشیار، اگر نزد ولادت مار زایند. اگر همین آوازه به گوش من رسد که حقیقتا مقصد زن مثال ماری را تولد کرده است، حضرت چی میگد بعد در
دوامی همین مصرع میگه در نزد آدمان خردمند و دانا بهتر از همون ماری که تولد میکند از فرزندی که ناهموار باشد، فرزندی که به آداب تولد میکند. ای فرزندی به آداب و ناهموار ده همون مار خوب است. از آن بهتر به نزدیکی خردمند که فرزندانی ناهموار زایند. نزد ما آدمای خردمند همون مار بهتره. ایوه که فرزندی به ادب تولد میکند. جلال الدین رومی میگفت که به ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. به ادب فقط جان خودش در عذاب نیست میگه، بلکه جان تمام مردم در عذاب ماندگی. می شود در یک محله که 300-400 خواجگی داشته باشد، یک به آداب همون محله را کفایت میکنه. برای این از این مصرع ها برمی آید که آداب بسیار یک چیزی مهمی هست. ولی شما نگاه کنین که میگه برای جنتی ها خداوند 6 چیز داده است. یکم قدشان به مقدار قد حضرت آدم است. قد حضرت آدم 60 گز بود. اگر با 50 سانتی متری بگیریم 30 متر بود. جنتی ها را میگه، جنتی ها را چیزی که به اونها اول داده میشد همین است، قدهاشون به مقداری قدی باباشون حضرت آدم است، یعنی 30 متر. 2 به جنتی ها زیبایی حضرت یوسف داده می شود. 3 به جنتی ها صبر و ریزاگی حضرت ایوب داده می شود. 4 میگد به جنتی ها میگد صدای بسیار دلنشین و زیبای حضرت داوود داده می شود. 5 به جنتی ها عمر حضرت عیسی علیه السلام، یعنی 33 سالگی، 33 سال با عمر حضرت عیسی وارد جنت می شوند. 6 به جنتی ها آداب پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم داده می شود. چکلی که قرآن گفت و اینک لعلی خلق عظیم، ای محمد تو دارای اخلاقی بسیار بلند هستی. خداوند همه شما را نگهبان باشد. از خدای مهربان امید دارم که این مصرع هایی را که من خواندم خدا خواهد برای هر یکی شما انشاءالله یک درس خیلی مهمی هست، یک درس بسیار لازم و درکاری هست. این را همیشه در کتاباتون، در دفتراتون قید کنین. در باب آداب است، کوشش کنین از زمره با آدابا باشین و این شعرها را گفته بودم هم حفظ کنین، هم برای فرزنداتون هم مقصد وظیفه دار کنین. در آخر از شیخ عطار هم 2 مصرع همینجا من از کتابش گرفتم. میگن بندگی از خودشناسی شد تمام، بندگی از خودشناسی شد تمام، نیست مردی به ادب صاحب مقام. ببینین هیچ وقت، یعنی همه وقت بندگی ای خودشناسی سر بشود و همچنان تو خواهی که به مقام برسی، به مرتبه برسی، در دل مردم محبوبیت پیدا کنی، تا آداب نداشته باشی این مقام و منزلت پیدا کرده نمیتونی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.